حکم قربانی کردن برای غیر الله. سوال: در میان ما کسانی هستند که قبر اولیا را زیارت میکنند و برای آنها نذر میکنند، یعنی میگویند اگر کارم آسان شود برای فلانی ولی قربانی میکنم. آنگاه این قربانی را با نیت اجرای آن نذر برای ولی میکشند و گوشتش را بین همسایه های قبر یا همسایه هایی که زیارت میکنند تقسیم میکنند. آیا گوشت چنین قربانی حلال است؟ آیا این به آن داخل می شود که الله سبحانه و تعالی فرموده است: حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر و ما احل لغیر الله به. حرام شده است بر شما مردار، خون، گوشت خوک و هر آنچه که برای غیر الله ذبح قربانی می شود. سوره مائده آیه 3. جواب: الحمدلله. اگر واقعیت همان طور باشد که گفته شد، یعنی قربانی به نام ولی، به نام غیر الله و برای او کرده شود، پس خوردن گوشت چنین قربانی جایز نیست، زیرا این قربانی از جمله آن چیزهایی است که به نام غیر الله ذبح شده است و این از چیزهای حرام به شمار می رود. این عمل، یعنی قربانی کردن به غیر نام الله یا برای غیر الله، شرک و بزرگترین گناه است. چنانکه الله سبحانه و تعالی می فرماید: قل ان الصلاة و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلك امرت و انا اول المسلمین. بگو نمازم، قربانیم، زندگیم و مرگم همه برای الله است، پروردگار جهانیان، او را هیچ شریک نیست و من به همین امر شدم و من از اولین مسلمانانم. سوره انعام آیه 162 163. و در حدیث آمده است: لعن الله من ذبح لغیر الله. لعنت الله بر آن کسی بود که برای غیر الله قربانی میکند. روایت مسلم حدیث 1987. گوشت چنین قربانی که برای ولی یا شخص مردگی با نیت نذر یا تقرب بر او کرده می شود حرام است و عمل کننده اش در شرک افتیده است و توفیق از الله است. و درود و سلام بر محمد و اهل و بیتش و همه یارانش باد. فتاوای کمیته دائمی و افتاء مجلد اول صفحه 134.